Let's go. فیدل یا با خدا یا با شیطان همدست است. این را گوارا لینچ پدر چه گوارا گفته بود. آغاز عصر آخرین رهبر کاریزماتیک جهان با آخرین بازمانده جنگ سرد. در بهار 1961 2 سال و نیم بعد از سقوط باتیستا، فیدل عنوان کرد: امپریالیست‌ها ما را نخواهند بخشید، نه برای سوسیالیسم را به مرحله اجرا می‌گذاریم و ما از این انقلاب با تفنگ‌ها دفاع خواهیم کرد. فرضیه میگوید کاسترو هرگز کمونیست نشد، کسی که فرصت طلبان رنگ سرخ را ابزاری کرد تا قدرتش حفظ شود و از شوروی تضمین حمایت بگیرد. حتی بعدها فیدل گفت عبادت کردن منافاتی با کمونیست ندارد. فیدل همه شرکت‌ها را ملی و اغلب خدمات را مجانی کرده بود. با این حال سارتر در کتاب جنگ شکر در کوبا بعد از 1.5 سال از انقلاب اینگونه توصیف می‌کند: من همه چیز را وارونه فهمیده بودم. هر آنچه که غنا و ثروت می‌دیدم نابود و فقر مطلق بود و از هر 3 کوبایی فقط 1 نفر با سواد دیده می‌شد. یکی از سیاه‌ترین نقاط کارنامه دیپلماتیک فیدل خلیج خوک است. خروشچوف او را بازی داد و فیدل رو دست خورد، در حالی که امریکایی‌ها 10 روز زودتر از چین و شوروی انقلاب فیدل را به رسمیت شناخته بودند. معلوم نیست آیا طرح را مسکو حمایت کرده بود یا نه. به هر حال رهبر وقت شوروی موشک‌ها را در جزیره مستقر می‌کند. امریکا این اقدام را اعلان جنگ تلقی کرده، اما در آخرین لحظات خروشچوف جا می‌زند و دستور برچیدن سکوها صادر می‌شود. صدها تن از فرعونیان کوبا که توسط امریکا مسلح شده و از منطقه موسوم به خلیج خوک‌ها حمله کردند. پس از شکست 743 تن اسیر شدند که بعدها کاسترو هر کدام را با یک تراکتور معاوضه و آزاد کرد. طنز تلخی است که پس از 10 سال به نوعی انقلاب به بیراهه رفته بود و شباهتی با آرمان‌های فیدل و چه نداشت. وقتی در 1968 شوروی پراگ را اشغال کرد، انتظار می‌رفت فیدل با اصلاح طلبان کوبایی همدردی کند، اما جانب مسکو را گرفت. در همان سال بود که همرزم فیدل چه گوارا در بولیوی کشته شد. انقلاب فیدل موفق نبود. همه شواهد حاکی از گرسنگی، فقر، مهاجرت و غیره است. انقلاب آخرین رهبر کاریزماتیک جهان و آخرین بازمانده جنگ سرد به چنین حال و هوایی گرفتار شد، اما نمیتوان مبارزه و مقاومت آنها را نادیده گرفت و همچنین سخنرانی‌های آتشین و 7 ساعت از ویژگی‌های او بود. پرده آخر. در مراسم دفن فیدل کاسترو خودرو وانت او خراب و مأموران مجبور به هل دادن او شدند. شاید این سمبولیک ترین نشانه از 49 سال حکومت و ایستادگی او در برابر واشنگتن بود. سپاسگزاریم. با راوی همراه باشید.